باش دوستان، علیرضا هستم. خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. داخل این ویدیو قراره با هم دیگه بریم آنتلتید 3 که D3 گادپوری به سوی شکست بوده رو با هم دیگه بریم نگاه کنیم. اصلا این D3 که داده به نظرم بهترین بوده، یعنی اصلا این D3 که میداد باید میداد بیرون، یعنی واقعا یه موزیک ویدیو خفنه. من خودم یک بار دیدم و قراره بریم با شما ببینیم این موزیک ویدیو رو. و اینکه ما کلا سر مدرسه و امتحان و اینا نتونستیم رکورد کنیم. 10 روز از این ویدیو میگذره که اومده بیرون، 10 روز ازش میگذره و ما فکر کنم روز 12 داریم این ویدیو رو رکورد کنیم. خیلی دیر شروع کردیم و امیدواریم دیگه این مشکل برامون پیش نیاد. امیدواریم که توی هفته‌های بعدی بتونیم ویدیوهای بیشتر و بهتری رو رکورد کنیم. برو این سراغش. لیتس گو. من از اسکرین رکورد رو شروع کنم. میامش اینجا. خب بریم که شروع کنیم. با رپ فارسی پشت مایش که ایو سروش عکست کجان، سروش بگو پس بیان، سروش شدی در دیوار گاوت سایده بار باقالی خر بیا، سروش عکست کجان، سروش بگو پس بیان، سروش خبردار وایسا گاد پشت میکروفون بسر. لیگمون جدا شده نمیندازم بات مفتی، موندیم ایران 6 ماه بی پاسپورتیم. تو یه وایت بوی درس خون پا وایت بورتی، جنگ واقعی تو فرودگاه چاک خوردی. خودت عدد نبودی دیستاده به هم گماش تحتی و دیدی تنش موند و سرش با کلاش رفت. یه بار یه چی گفتم زیدش رنگ مو عوض کرد، یه بار یه چی گفتم همشو سیبیل گذاشتم. دشمنم و دوست دارم ازم پاشونده بلا، دامارتون رو داریم تا آدرس خونه پلاک. رفتی اون بر اسلحت کو گوز عشق گلاک، پستات آرشیو کردی برا تئاتر. میگی آلبوم یه هوی رپ آرتکور میخونیم، دیسپک بدیم کریر بایکوت میکنیم. بازشو نگیر زنا زاده با آبی شد بی خودی، ما این ورگیریم تو چرا سانسور میکنی؟ جلو ما صد تو بذار جوری که یکی ندونه فکر کنه سهم تو میخوای. نیاد اون روزی که پوری غم تو بخواد والا دوتا پاش میزنه میده زن تو به باد. من جلو زبونم داشت حتی آلیاش خمه جلو گادی داشت. چه دیزی سروش. برو بگو بکست چقدر خفن خونده. یه قسمتش اومد گفتش که یه چیزی بهت گفت بوسوخترش رنگ مو عوض کرد، یه چیزی گفت همشو سیبیل گذاشت، یعنی میگه با زبون من بودی که اینا همه کار میکردن. بعد یه قسمتش هم بودش گفتش ما این ور آبی که تو ایرانی، تو اون ور آبی چرا ویدیوات چرا موزیک ویدیوات سانسوره؟ تو که الان دست و بالت مثلا اون ور آب بازه چرا تو سانسور میکنیم؟ ما اینجا این ور آبی مثلا سانسور نمیکنیم موزیک ویدیومون رو. خیلی خفن خونده. یا نرو پاتیناش بده، تو که در کی بودی به عشقم بود دادی داستنه. کی میره استادیوم با بادگارد خره؟ پی ویومی تو پسر خوب هر رو میمیری، 4 تا دیستادی بهت بکر دادم هر رو نمیری. من با لبخند تو ساحل آرامشم، تو دریای فیض شدم پهلو میگیری. نیاز به پوریانی میخوابه با آکی و کلت، بکن اون کد شوار زیقی و با پاپیون تنت. یا چی میگم با ویلچر کنن آی سی و جمت، اوور زدی چه اصراریه به لاتی خوندنه. سروش تروپر زدم فلو چفت بی تو جرد دادم جلو چشات بزن ملوهت فیوزت پرید میخوری تلو چت. بعد این دیگه میکنن میوتت. ترسناک نی پشم داشتی، پیش ما بودی پوستت حساس بود به رو بالشی. با اسم آبجی فکر کردی ضربه زدی بهم، اون میدونه زن داداششی. سروش عکست کجان، سروش بگو پس بیان، سروش شدی در دیوار گاوت سایده بار باقالی خر بیا، سروش عکست کجان، سروش بگو پس بیان، سروش شدی در دیوار گاوت سایده بار باقالی خر بیا. بهم میگن بسلن اینا هرچند یه رو بزرگ میشه. یعنی یه سری حقیقتایی تو این موزیک ویدیو رو کرد که اصلا نباید رو میکرد. یه جایش گفتش که جلو زبون من آلیاش خمه. بعد یه قسمتی دیگهش هم گفتش که نمیدونم خدای چی گفت، یه چیزایی رو کرد که نمیدونم زن داداش کیه چین چیزی، مثلا پشمام ریخته. یعنی یه سری حقیقتایی رو اینجا داشت به سروش میگفت که اصلا انگار نباید میگفته. پشمام ریخته واقعا. این فنایی که بچن حرفا مثل پت که صورت تو همه پرچن.
عکست کجان سروش بگو پس بیان سروش شدی در دیوار گاوت سایده بار باقالی خر بیا سروش عکست کجان سروش بگو پس بیان سروش شدی در دیوار گاوت سایده بار باقالی خر بیا بهم میگن بسلی بسلن اینا هرچند یه رو بزرگ میشن این فنایی که بچن حرفا مثل پت که صورت و همه پرچند کردن سرخم عکس دارن با پرچم با خدا طرفیم و تو رو کافر میخونیم من پشت میکروفونم همه پافنگ بمونیم با ملتفت تو بیت بودم شما جا کرده بودی مثل خاور میایم روت مثل کاردم میبری برا ما کسر شنه یعنی اینجاش همین الان که گفتش گفت من با ملتفت تو بیف بودم شما اسکل مسکلا هنوز کجا بودی یه قسمتشو دوباره ببینیم با خدا طرفیم و تو رو کافر میخونیم من پشت میکروفونم همه پافنگ بمونیم با ملتفت تو بیت بودم شما جا کرده بودی مثل خاور میایم روت مثل کاردم میبری برا ما کسر شنه که با شما هم نشیم بشیم تیمی مسکل شیر کشیک میدیم اکیپ میام تو خفشیم بشیم تو تنها چیری کرد شیک چی تو روز عقدشی داشتیم ما 40 خط بشیم گندگویا ترمانی حرفام تلخ زرماری رپریم کف ایران نظیر بیرق پلیس پشت مردم خالی میشه حسابتون نشه باریز نمیشمریم سیک میکشیم جوجه ها رو تای پاییز روزان با رپ میگذره چی میگی کدی خفه گفتش که تو پاییزن هم سیخا رو میکشیم گاتپوری شغلش جیگرکی بوده به خاطر همین اشاره کرده توی دیسش به سویش هیچکس که من جیگرکی داشتم و فلان و اینا میگه تو پاییز به سیخ میکشیم سرماری رپریم کف ایران نظیر بیرق پلیس پشت مردم خالی میشه حسابتون نشه باریز نمیشمریم سیک میکشیم جوجه ها رو تای پاییز روزان با رپ میگذره چی میگی کدی خفه کتو ما کردیم تنک با همه سردیم اسمم برق میزنه عقل سر میپره رشت پذیرایی میاد فیلم تش بدون تدوین هوش کردیم بله زدم همه رو رندوم ده میشن دفعه چندم میام بک به دزن خودشون میشه زن مردم همه تو استرسن خوابیدم من هم قضاوت با مردم با فراقی باز رپ میکنم بدون عجله فلا میشکنه سرکله کارام رو تیتر مجله هیترام همه هچل رو دمشون عجله که کامت میذارن مشخصه که کی تو لجنه دایرکت میدن گات پوری زندگی کردیم با کارات چون تنمون با اسفالت داغ میده به جا با کارات میخوان زمینم بزنن با مجوز و آپارات تو روم بگو اینو اگه داری لاپاها شفم دروغاتون چون نشدید هیچ کدوم پخی از حرفاتون فقط شده یه میکروفون توفی گوله هیکل تو نخور با دو بودی و پفی بکتون رو تو خواب میزنه پوری خور پفی پو 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 خدا رپ پارسی پشت مایک پسر ایو گیلان صرف یک سر صرف یک سر صرف یک سر وای یعنی پشمام خیلی خفن خونده این اسمتو یعنی پشمام ریخته واقعا از این همه چی ترکون واقعا تو این دیسش که به سوشی هیچکس داده واقعا خفن بود امیدوارم که از این ویدیو لذت بردید لایک کامنت و سابسکرایب فراموش چنل رو دنبال کنید و زنگوله نوتیفیکیشنش هم فعال کنید تا هر موقع ویدیو جدید باشم مطلع بشید گودبای